خوش اومدید. امروز اومدم عکس یوتیوب منو بکشم روی این بوم. این حال که من باش عکس گرفتم، این الان میخوام روی این بوم بکشم. با این رنگ اکریلیک میخوام براتون این نقاشی رو بگیرم. من کلاس نقاشی رفتم. خب بچه‌ها، الان ما رنگ زمین رو میخوایم آماده کنیم. چون ما رنگ اصلی رو نداریم که زمینمون رو رنگش کنیم، ما از زرد و سفید و یک کمی قهوه‌ای قاطی میکنیم که بشه کرمی و رنگش کنیم. الان من میخوام قاطیشو کنم که کرمی بشه. داریم رنگ زمین ها الان اجرا میکنیم. ما این زمینش رو رنگ کردیم، گذاشتیم خوش شد. الان میخوایم زمینش رو آماده کنیم. رنگ‌آمیزی زمینه ما تمام شده. الان صبر میکنیم تا این خوش شه. کم کم هر وقتی که این خوش شد، طرح حالتمون روش میذاریم. ما الان زمینمون رو رنگ کردیم، گذاشتیم خوش شد. الان میخوایم طرح اصلی روش بذاریم. با مداد میخوایم روش بکشیم. طرحمون آماده شد. الان میخوایم کم کم رنگش کنیم. ما با دقت این کار رو میکنیم که بیرون از خطمون نریم بچه‌ها. موقعی که شما میخواید ریزی یا رنگ کنید، اولش یه مقدار کمی رنگ بردارید که یه نواخت بشه. اینه من. به پخشش کنید. من میخوام اینجا شلوارم که هست میخوام سیاه کنم. الان میخوام بلوزم رو سفید کنم، چون سفیده تو هست. باید حواسم باشه که نره توی سیاه، چون اونا الان خوش نشدن.
من باید با حوصله لای این دکترها رنگ کنم، چون میره اگه حواسم نباشه میره تو این رنگ سیاه. خب بچه ها، نقاشی ما تموم شد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله کلم که اینجا میبینید بزنید. فعلا خداحافظ.